از سلسله قصه های مثنوی معنوی، قصه مرد کمبغل و زندانیان. یک مرد کمبغلی به خانمان برای گناههایش زندانی بود. از بس که بدنفس و به انصاف و مشزور بود، حصه زندانیان دیگر را می‌خورد. همین که زندانبان نان و طعام آورد، وی حاضر می‌شد و لقمه دیگران را نوش جان می‌کرد. زندانیان بیزار شدند، خواستند که از او خلاصی یابند. روز نماینده قاضی به زندان آمد تا شکایت و درخواست زندانیان را گوش کند. همه با یک آواز شکایت پیش آوردند: این مرد کمبغل ما را به جان آورده است. شب و روز حق ما را میخورد و ما گشنه و تشنه میگردیم. این عرض ما را به قاضی رسانید. نماینده قاضی عرض زندانیان را به قاضی رساند و قاضی برای معین کردن حقیقت مرد کمبغل را به نزدش دعوت کرد. تو چرا حق دیگران را میخوری؟ وی جواب داد: من مرد کمبغلی به خانمان هستم، اگر نخورم میمورم. قاضی گفت: من تو را از زندان بیرون میکنم. مرد کمبغل به التجا درآمد: این کار را نکنید، من بیرون از زندان چی میخورم؟ قاضی به غضب آمد: تو را از زندان بیرون میکنم، کوچه به کوچه و بازار به بازار میگردانم، به مردم میگویم که این چیز و چاره ندارد، با او معامله نکنید، چیزی ندهید، شما را فریب میدهد. روز دیگر مرد کمبغل را به میدان برآوردند. آنجا مرد با شترش می ایستاد. شترش را گرفتند و به آن مرد کمبغل را سوار کردند و گرد شهر گشته داد می زدند: این مرد چیزی ندارد، فریبگر است، هوشیار باشید فریبتان ندهد. صاحب شتر از پس آنها می دوید و می گفت که حق خدمت شترش را دهند. کسی به فریاد او اعتبار نمی داد. نهایت شب شد. نمایندگان قاضی مرد کمبغل را به حالش گذاشتند و رفتند. وی ماند و صاحب شتر ماند و شتری خسته و بیحال. صاحب شتر به مرد کمبغل گفت: اکنون حق خدمت شترم را بده. مرد کمبغل در جواب بلند خندید: تا حال کجا بودی؟ نشنیدی که می گفتند این مرد کمبغل است، چیزی ندارد، با او معامله نکنید. صاحب شتر حیران ماند. مرد کمبغل هم حیران بود، نمی دانست که به کجا رود، زیرا دیگر به زندانش راه نمی دادند. از حکایات بستان سعدی شیرازی، داراشاه و گلبان. یکی از شاهان دوران قدیم دارا هنگام شکار از همراهان جدا افتاد و راهی بازگشت گم کرد. در کوه و بیش هزار دشت و دمنها سرسان می گشت. روزی از دور مردی را دید، گمان کرد که دوست و یا راهزن است. کمانش را به دست گرفت و خواست که او را
با یک تیر نقش زمین گرداند. مرد از دور فریاد زد: ای داراشو، مرا به نشان نگیر، من دوز نیستم، من گلبان هستم، گله اسبان تو را نگهبانی میکنم. دارا کمان را یک سو گذاشته به نزدی گلبان آمد. گفت: من تو را نمیشناسم. گلبان در جواب گفت: من یک گله بزرگ اسبها را بانی میکنم، همه آنها را از روی رنگ و رفتارشان میشناسم. داراشاه شبهه کرد: باور نمیکنم، نخود همه آنها را یک به یک شناخته توانی؟ گلبان با قطعیت گفت که میشناسم، اما تو هم گلبان هستی. داراشاه از این سخن حیران شد، خیلی اندیشه کرد و پرسید: مگر من هم گلبان هستم؟ گلبان گفت: آره، تو هم گلبان هستی. مردم کشور تو گله توست. باید هر کدام آنها را بشناسی، فکر و اندیشه، خلق و اطوارشان را دانی. اگر ندانی تو چه خیل شاه هستی؟ شاه گفت: دانستن من شرط نیست، خدمتگارهای زیاد دارم، آنها باید دانند. گلبان در جواب لب گشود: کار خدمتگارها دیگر و کار تو دیگر. تو را که خداوند شاهی ما کرده است، باید همه ما را شناسی و از روی بیخبری نشانی تیرت نسازی. شاه حیران شد: چی خیل؟ گلبان گفت: همان طوری که من هر یک اسب خود را در گله بیگانه میابم و حفظ و پرورش میکنم. داراشاه به اندیشه افتاد و به خود گفت: این گلبان درست میگوید. اگر خود را سرور دانی، باید هر یکی از مردم خود را شناسی و خدمتگزاری نمایی. نه تدبیر محمود و رای درست، که دشمن نداند شهنشه ز دوست.